در روستای دوردست جنوبی تاجیکستان در 200 کیلومتری دوشنبه اولادهای مهاجران ترکمن زندگی میکنند که بابایانشان را هنوز سالهای 1930 برای آبادی وادی وخش حکومت شوروی به اینجا آورده است. با گذشت بیش از 80 سال از آن دوره ها نسل امروزه ترکمن های دهه به نام سمندر خدای نظرف دیگر خود را بیگانه یا آمده احساس نمی کنند. آنها کیها مقیمی شدند، زندگیشان راه افتاده است و برابر این رسم و سنت های بابایی خود را امروز هم حفظ کردند. در این دهه‌ای که زمان تشیکتاش نام داشته در حدود ناحیه قبادیان جایگیر است، بیش از 3,500 ترکمن تبار زندگی می کند. اگر ویژگی های سنتی، روزگارداری و رسم و آیین ها را به اعتبار نگیریم، دیگر اکثر شرایط زیستشان همسان تاجیکستان های دیگر است. یک ویژگی خاص ترکمن های اینجا این است که دخترهای محلی حتما باید هنر قالی و پلاس بافی را بدانند. مرجانه تنگیرقلوی 20 ساله که یکی از قالیباف‌های چیره‌دستی محلی است و آوازه هنرش از مرزهای ده بیرون رفته است، از این هنر خود پول می‌یابد. پیوسته فرمایش تهیه قالی و پلاس، جاینماز و دیگر جهاز می‌آیند که اکثرشان مال عروسی‌ها می‌باشند. همین مشغولیت مرجانه هم سبب شد و به او آتخان نام جوان همقومش عاشق شد. حالا مرجانه و آتخان برای توی عروسی خود آماده می شوند که قرار است ماه دکبر برپا شود. مرجانه که در عرفه عروسیش برای خود قالی نمی دوزد، هر نخی آن را با 100 امید می چیند تا که زندگی پربار و خوشبختی داشته باشد. İkide gülem, ikide halı özüme niyet edip tokup aldım. من الکی 2 قالین بافته تمام کردم. خدا خواهد این هنر بافندگی خود را در آینده ادامه خواهم داد. Nasip olsa şu hünerlerimi, şu tokap yürenlerimi hepsini şangada devam edecek. زرینه خواهر مکتبخوان مرجانه میگوید شاهزاده سوار اسب سفید خود را نه تنها یک جوان زیبا و موفق ولی تحصیل دیده تصور میکند. Medeniyetli, çıraylı. من میخواهم شوهر آینده هم دکتر یا معلم فرهنگی تحصیل دیده و زیبا باشد. Mesela معلم یا که دکتر. ساکنان محلی میگویند درباره ترکمنستان و زیبایی های این کشور بیشتر از تلویزیون شنیدند. اکثر آنها میخواستند که از آن دیدن کنند، ولی اکثر جوان ها میگویند تاجیکستان را وطن خود میحسابند و در این کشور بزرگ شدند.